ما ایرانیان از آن رو که تمامی ملل دنیا را از یک گوهر می‌دانستیم و هرگز سیاه و سفید و زرد و سرخ برای ما مهمتر از جان و سرشت آدمی نبوده، دست دوستی و کمک به سوی دیگر ملل دنیا دراز کردیم، چرا که زنجیرهای این استبداد 47 ساله بارها به دست ما نزدیک به شکستن بود، اما دژخیمان به نامردی همچنان که شغاد به تیر خیانت رستم شاهنامه را از پای درآورد، ما را و عزیزانمان را به گلوله بست و خیابانها را به خون ما آغشت. امروز که دوباره اینجا همزمان با نمایش تبلیغاتی رژیم برای دفن جنایتکار اعظم ضحاک زمان گرد آمده ایم، بار دیگر از ملت‌های دنیا از جمله ایالات متحده آمریکا می‌خواهیم که هیچ گونه قراردادی را با این حکومت اهریمنی نپذیرد و به حق ما مردم ایران و ندای آزادی خواهی ما احترام بگذارد. ما از ملت‌های آزاد جهان می‌خواهیم با رژیمی که دستش به خون بیش از 40,000 آزادیخواه ایرانی آغشته است صلح نکند، چرا که صلح با جنایتکاران ممکن نیست، صلح با جنگ طلبان ممکن نیست و صلح هرگز از دستانی که به خون بیگناهان آلوده است به دست نمی آید. ما از ایالات متحده می خواهیم که تنها به صدای واقعی مردم ایران گوش بسپارد و ما را در این مسیر برای بازپسگیری وطنمان از شورشیان 57 یاری کند. در پایان این نکته را یادآوری می‌کنیم که ما داغداران 18 و 19 دی ماه هیچ قراردادی را با قاتلان جوانان ایران زمین نمیپذیریم و چه با کمک دیگر ملت‌ها و چه به تنهایی از سد دژخیمان عبور خواهیم کرد و باری دیگر راهی که ایران را به کشوری پیشرفته، آباد و سربلند تبدیل کرد از سر خواهیم گرفت و شاهزاده رضا پهلوی را به ما و میهن باز خواهیم گرداند و دست در دست هم آزادی را جشن میگیریم.